اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز پنجشنبه. ضیاءالحق قمرخیل والی اداره پیشین در ننگرهار در صفحه توییتر خود از خلیفه سراج الدین حقانی سرپرست وزارت امور داخله تشکری کرده و گفته است که همیشه در راستای حل مشکلات و دیگر مسائل او را کمک کرده و صدایش را شنیده است. وزارت تحصیلات عالی می گوید از سوی مقام ولایت کندوز از مخترع جوان پهنتون کندوز که مدت پیش واتر پمپ آب را اختراع کرده بود تقدیر به عمل آمد. قماندانی امنیه کابل می گوید در روزها و شبهای عید تعداد زیادی از گردشگران برای تفریح به ولسوالی پغمان کابل می آمدند. الحمدلله در آن شبها نیروهای امنیتی در پغمان و همچنین سایر مناطق دیگر امنیت کامل را تامین نموده بود و مردم با اطمینان راحت به ادای نماز و تفریح خویش می پرداختند. شاروالی کابل می گوید در گذر اول و دوم ناحیه 17 کار ساخت کوچه ها 95% به پیش رفته است. اداره ملی احصایه و معلومات می گوید در سال گذشته 18 میلیون و 634 هزار افغانی عواید از توزیع 42374 تذکره برقی و 46321 تذکره کاغذی در ریاست احصایه و معلومات ولایت پکتیا جمع‌آوری و به خزانه دولت سپرده است. وزارت امور داخله در نشست از اقدامات و تلاش‌های نیروهای امنیتی در راستای تامین امنیت سرتاسری در روزهای عید قدردانی نمود. محکمه ابتدایی مرکز شهر گردیز ولایت پکتیا به 2 تن مجرمین که به جرم دزدی دستگیر شده بودند جزای تعزیری تطبیق نمود.